درود به مخاطبین عزیز. مردم این روزها تو فضای مجازی و جای مختلف که حالا من میرم و منو میبینن یا کامنت هایی که زیر پست سیاستمدارها میذارن، این روزها با ترس، با استرس و شاید هم با خستگی یک ساله آخرش چی میشه؟ این جنگ به پایان میرسه؟ ایران و امریکا بالاخره به تفاهم میرسن یا دوباره باید منتظر شعله ور شدن جنگ باشیم؟ جنگی که موافقان و مخالفای زیادی داره. موافقاش کسایی هستن که میگن آقا این جنگ باعث میشه که آخوندا برن، دیکتاتورا برن. مخالفاشون هم میگن که آره نمیدونم زیر ساختار میزنه، مردمو میزنه، شما تو ایران نیستی ببینی نمیدونم روزی 40 تا جنگنده بیاد خونه روبروی تو چپ و راست تو بمباران بکنه. به هر حال نظرهایی هستش که اینها میدن. دیروز هم یه گزارش منتشر شده بود، گفته بود که قطع شدن اینترنت روزانه معادل 40 تا پل بیوانیه که توی کرجه. حالا الان عددش رو کم و زیاد میکنن دوستان امر، یه عده میگه 4 تا، یه عده میگه 2. آقا اصلا بگوی روزی یه دونه. الان مردم چند روز اینترنت ندارن؟ بهتر بگم چند ماه اینترنت ندارن. خب به هر حال این موافقه و مخالفای جنگ این وسط هستن دیگه. اما این سوال فقط یک سوال سیاسی نیست. این سوال یک ملت خسته است، ملتی که سالها بین مذاکره و خبر حمله و بین امید و تهدید، بین وعده آرامش و واقعیت بحران، این وسط ها معلق موندن. امروز من خیلی روشن و ساده زمان لوری براتون توضیح بدم، بگم لوریه، و اینکه بگم آخرش میخواد چی بشه. مثلا تحلیل بکنیم سناریوهای مختلف رو، چون مردم دیگه خسته شدن دیگه از این کارشناسای اصطلاحاً دکور کتابی. دیدی دیگه اینجوری مثلا پشتشون از این دکور کتابی ها هستش و هی میان جملات قلمبه سلمبه میگن. ساده میخوام ما الان تو چه نقطه ایم، چه سناریوهای قرار جلو بره، اصلا باید منتظر صلح باشیم یا دور تازه جنگ شروع میشه؟ و اول اینکه آقا ما تو چه وضعیتی هستیم تا الان، یعنی تا همین ثانیه که من دارم ویدیو ضبط میکنم وضعیت اینطوریه. دور مهمی از گفتگوها بین ایران و امریکا تو پاکستان بدون توافق نهایی تموم شد، اما همزمان چند منبع معتبر گفته بودن که دور بعدی مذاکرات هنوز براش داره صحبت میشه و دارن تلاش میکنن. از اون طرف آمریکا بعد شکست این گفتگوها محاصره دریایی بنادر ایران رو انجام داد که همین موضوع باعث شد که قیمت نفت بالا بره و کشتی‌ها مسیرشون رو عوض بکنن و دوباره سایه درگیری گسترده تو منطقه زیاد بشه. اگه ویدیو قبلی ما رو ببینید راجع به این محاصره دریایی هم صحبت کردم که چجوری انجام میشه، چه پیامدهایی داره و چه اتفاقاتی میفته. دیگه گفتم احتمال اینکه تورم 300% بره بالای هویی، همه چیز چند برابر گرون بشه هست. همه چی امکان داره بعد از محاصره دریایی، چون بیشتر واردات و صادرات ایران از طریق مرز دریایی جنوب ایران اتفاق میفته و اگه محاصره دریایی اتفاق بیفته عملاً ایران رو از لحاظ اقتصادی قفل خواهد کرد. اما این مذاکره که تموم شد، ببینید داری مشکوک میزد. مثلا یه چند تا از کارشناسا رو بردن تو تلویزیون، اونا گفتن که قرار دور بعدی مذاکرات انجام بشه. درست مثلا 5 6 ساعت بعد از اینکه تو تلویزیون اعلام شد که آقا مذاکرات تموم شد، شکست خورد، بعد این کارشناسایی که خودشون دستی بر آتش دارن و آدمایی هستن که تو اون سیستمن، وقتی میان این حرفو میزنن یعنی شاید اونها یه چیزی رو میدونن اما ناخواسته نباید میگفتن که قرار مذاکرات بعدی انجام بشه. شاید اینا رو باید ما تحلیل رو بررسی بکنیم. مورد دوم این که جی دی ونس وقتی که مصاحبه انجام داد تو پاکستان و خواست پاکستان رو ترک بکنه، گفتش که ما آخرین پیشنهاداتمون رو به ایران دادیم. بعد که رسید امریکا گفت اون مقام‌های مسئولی که توی پاکستان بودن خودشون نمیتونستن تصمیم گیری بکنن، بعد برمیگشتن تهران مشورت بکنن. منظورش این بود که قالیباف احتمالاً اگه مجتبی خامنه‌ای زنده باشه بعد میرفت با مجتبی مذاکره و صحبت میکرد، اگر نه بعد میرفت با سپاه مشورت میکرد. پس این نشون میداده که هیئتی که رفته بوده تصمیم گیرنده مطلق نبوده و شاید هم ایران یه پلیتیکی رو زده بوده و گفته که حالا مثل جریان هستیم ما بریم یه دوری بزنیم برگردیم، گفته که حالا ما که تصمیم نمیگیریم و بریم تهران تصمیم بگیریم. شاید هم این قضیه باشه. به هر حال تو سیاست وقتی هر چیزی رو میگن یک تحلیل هایی رو میشه پشتش انجام داد. که بعد ایران اومد گفتش که آمریکایی‌ها زیادی خواهن. آمریکایی‌ها اومدن که ایرانی ها
اون پروژه غنیسازیشون رو انجام نده. یعنی ما با یک تناقض عجیب و غریب رو بریم دیگه، نه صلح قطعی، نه جنگ تمام شده، نه مذاکره مرده، نه درگیری مهار شده. در واقع منطقه الان توی وضعیت بین جنگ و مذاکره است. نیویورک پست هم دیروز یه پستی رو منتشر کرد، گفتش که سوئیس قراره که بیاد وسط و میانجیگری بکنه، وضعیتی که شاید از خود جنگ هم برای مردم فرسایشی تر باشه. این برداشت تحلیلی از کنار هم گذاشتن تحولات میدانی و دیپلمات‌های امروزی. اما چرا ایران و امریکا بعد این همه سال هنوز نتونستن به توافق برسن؟ اینجا باید یک حقیقت تلخ و خیلی شفاف راجع بهش صحبت کرد. مشکل فقط بر سر میز مذاکره نیست، یعنی اینا برن بشینن میز مذاکره فردا میرن بشینن. مشکل اصلی اینه که تعریف ایران و امریکا از توافق یکی نیست. آمریکا خواستایی داره مثل توقف طولانی مدت غنیسازی و حتی خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا که اصطلاحاً ایرانی‌ها گفته بودن 60% بودن رو دنبال میکنه، در حالی که سمت ایران هم نشونه‌های دیده میشه که حاضرن به بعضی نرمش ها تن بدن، اما نه در حدی که معنیش تسلیم شدن در برابر چارچوبای واشنگتن باشه. این باعث شده خب شکاف اصلی هم ساخته بشه دیگه. یعنی دعوا فقط روی یک بند و یک دونه مثلا بند دیگه نیست، دعوا سر اینه که آقا امریکا میخواد توافقی بگیره که بعداً بتونه بگه آقا من ایرانو مهار کردم، ایران هم میخواد توافقی که بگیره که بعداً بتونه بگه که آقا من تسلیم نشدم. اینجاست که مذاکره سخت میشه دیگه، چون هر دو طرف فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال روایت پیروزی هم هستن دیگه. بعد بیان تو رسانه هاشون صحبت بکنن دیگه. وقتی یه حکومتی مثل ایران یا یه قدرت سیاسی سالها تو جامعه خودش گفته که ما پیروزیم، ما عقب نمیریم، حمله ها بی تاثیر بوده دیگه، عقب نشینی یه واقعی فقط یک تصمیم دیپلماسی نیست دیگه، یعنی یک هزینه حیثیتیه واسه ایران. به همین دلیله که اگر توافق هم روی کاغذ ممکن باشه، اجرای اون تو فضای داخل ایران بسیار سخته، چون این تحلیل با گزارشی که از اختلاف دیدگاه در ساختارهای داخلی ایرانه و یه جوری دارن صحبت میکنن که سخت امتیاز میدن همخون نیست. خیلی رک به شما بگم، ببین ماجرا ارست. اینا اومدن توی تلویزیون، تو رسانه هاشون، توی اون تجمعات میدانیشون گفتن آقا ما پیروز شدیم. غیر از اینه مگه؟ یعنی الان شما بری با یک آدمی که طرفدار جمهوری اسلامی صحبت بکنی، میگه ما رفتیم با 2 تا ابرقدرت دنیا وارد جنگ شدیم و پیروز شدیم. کشته شدن یا به اصطلاح خودشون شهادت رو نشانه شکست نمیدونن. یعنی اگه یه فرمانده نظامی، رهبری مملکت، معاونانش، مشاورانش یا فرماندهان رده بالای سیاسیشون کشته بشن، از دین شریعت و اسلام براشون حکم شهادت رو داره و شهادت هم براشون حکم پیروزیه. پس اینو باید در نظر بگیریم که توی فرهنگ شیعه و فرهنگ ایرانی اسلامی کشته شدن رو شما نمیتونیم متر قرار بدیم. از اون طرف میگن آقا ما پهپاد $20,000 میفرستادیم بالا، اونا بعد موشک $200,000 میزدن، پس ما در مقابل سیستم های دفاعی و حمله آمریکا و اسرائیل برنده ایم، چون ما با 20 تا 200 تا ضرر زدیم لحاظ مالی. اونا هم اومدن پل‌ها و کارخونه‌های حساسی رو زدن که نقش داشتن در موشک سازی یا چیزهای مختلف. حالا مثلا اون پوله رو من دقیقا نمیدونم چرا زدن، اونم داستانی داره دیگه، میگفتن که از روش ادوات نظامی رد میشه، روش لانچر بوده، حالا چیزی ثابت نشده. و بعد از اون قضیه اینا هم ضربه زدن دیگه، یعنی اونا هم حمله کردن، ضربات اقتصادی زدن به ایران. پس الان ایران داره روایت سازی میکنه که ما پیروز جنگیم. حالا که رفتن پای میز مذاکره با آمریکا یا ماچ و بوس و قربونت برم و فلان و بیسان، ایران مجبور دست بالا بازی کنه، مجبوره بگه که آقا من پیروز جنگم و تو باختی، چون اینو روایت کرده تو جامعهش. نمیتونه دست پایین صحبت بکنه. اگه دست پایین صحبت بکنه چوبو میکنن تو اونجایی که خروجیه. یعنی اگر تفاهمی هم بشه چون آقا آخرش میشه، به نظرتون اگه تفاهم بشه داخل ایران دووم میاره؟ حتی اگر فرض کنیم ایران و امریکا به یک تفاهم حداقلی هم برسن، تازه اول دردسراست برای تندروهای داخلی. چرا؟ چون توافق فقط باید در برابر دشمن خارجی دووم نیاره، باید در برابر تندروهای داخلی و نهادهای امنیتی، جریانهای ایدئولوژیک و روایت‌های
رسمی چند سال گذشته هم دووم بیاره. یعنی وقتی سالا گفته شده که ما کوتاه نمیایم، وقتی سالا هر عقب نشینی به عنوان ضعف فروخته شده، وقتی بخش‌هایی از ساختار قدرت با بحران زننده از فضای درگیری تقسیم شده، اون وقت هر توافقی که میتونه از داخل مورد هدف قرار بگیره یعنی بهش حمله کنن. چه توافقی کرد؟ تندرو دیگه، سودشون نونشون تو این قضیه است. یعنی نه لزوما با یک بیانیه رسمی، بلکه با سنگ اندازی، تفسیرهای تند، فشارهای رسانه‌ای، حتی بالا بردن هزینه‌های سیاسی ممکنه که اون تندروهای داخلی حمله بکنه. به زبون خیلی ساده بخوام به شما بگم، ممکنه که توافق شکل بگیره اما تثبیت نمیشه. شاید مثلا ممکنه که نکته باشه که مردم باید بفهمنش. خیلی وقتا خبر توافق از خود توافق مهمتره، چون بین اعلام توافق و تحقق آرامش فاصله زیادی وجود داره که این باید فضا رو آروم بکنن دیگه. نکته بعد این که خب حالا الان آتش بس یه هفته دیگه تموم میشه، آیا جنگ اتفاق میفته بین ایران و امریکا و اسرائیل؟ ببین آمریکا واقعا جنگ تمام عیار رو باید ببینیم میخواد یا نمیخواد، چون بحث خواستن تا بحث انجام دادن متفاوت. دلیل من اینه که آمریکا تو این مقطع بیش از این که دنبال مثلا اشغال یا جنگ بی پایان کلاسیک باشه، دنبال فشار حد اکثری کنترل شده است. یعنی ضربه بزنه، محاصره کنه، هزینه بسازه، اما تو جایی که ممکنه وارد باطلاق جنگی نمیشه. اخیراً خب دید میگه ما محاصره دریایی رو داشت، بنادر جنوبی ایران رو داشت که با همین منطق هم خونده میشه دیگه، فشار اقتصادی نظامی سنگین بدون ورود فوری به سناریوی اشغال زمینی دیگه، چون بحث اشغال خارک و اینا هم هست. اما اینا هم محتمله، یعنی میذاره یه هفته تست میکنه. ایران هم گفته که ما تا 75 روز اگر به همین روال ادامه بدن هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد، چون ما سوراخاشو بلدیم از جای دیگه تامین کار مختلفمون رو انجام میدیم. رسمی این کار رو انجام داده. سپاه هم تهدید کرده، گفته که تنگه های باب المندب و جای دیگه‌ای که کشورهای عربی دارن از طریق اون نفت صادر میکنن رو هم ناامن میکنه، چون خلیج فارس و تنگه هرمز رو شما اومدید محاصره دریایی انجام دادید و مقابل مصر خواهد کرد. این موردی هستش که قطعا ایران به سمتش حرکت خواهد کرد. اما چرا این اتفاقات میفته و چرا آمریکا جنگ فرسایشی نمیخواد و فقط میخواد با فشار این قضیه رو انجام بده؟ چون جنگ تمام عیار با ایران برای آمریکا ارزون نیست. یعنی تنگه هرمز، بازارهای جهانی، نیروهای نیابتی، بی‌ثباتی توی منطقه، هزینه برای متحدان آمریکا، ریسک گسترش درگیری، همه عواملی هستند که واشنگتن رو محتاط میکنه. آقا خیلی چیز پیچیده ای نیست. گزارش هم نشون میده که همین تنش‌ها بازارهای انرژی و کشتیرانی رو به شدت تحت تاثیر گذاشته. اما احتمال اینکه حملات مجدد بعد از این آتش بس 10 روزه اتفاق بیفته، من تحلیلم اینه که 10 روز اگر بخواد تموم بشه یه تمدید میکنن، یعنی آتش بس رو 10 تا 20 روز دیگه تمدید میکننش یه ماهه، که بتونن کشورهای اروپایی نگران مثل سوئیس، مثل حالا چند تا کشور دیگه، احتمالاً ترکیه یا چند تا دیگه، بیان پادرمیونی بکنن که برسن به سمت صلح. نفعشون الان تو اینه. آمریکا جنگ میخواد، اما نه هر جنگی دیگه. آمریکا بیشتر جنگی رو میخواد که ایران رو فرسوده کنه، نه اینکه خودش رو گرفتار بکنه. اما اینکه آیا ایران واقعا از جنگ نمیترسه؟ ایران هم یک محاسبه مشابه داره. از یه طرف نمیخواد تو موضع ضعف کاملا دیده بشه، از طرف دیگه هم میدونه جنگ اگر گسترده تر بشه، فشارهای اقتصادی، امنیتی و اتفاقاتی که در داخل ایران میفته به سطحی میرسه که کنترلش برای سخت میشه دیگه. برای همینی که رفتار تهران هم معمولا ترکیبی از ایستادگی در شعار و انعطاف در تاکتیک و کش دادن زمانه. یعنی متخصص کش دادن زمان. آقا بریم حالا مذاکره کنیم، مثلا میاد میگه که مذاکرات خوبی بود، حالا ان شاء الله، یعنی کش میدن ای زمان میخوان. یعنی چی؟ یعنی در سطح رسانه‌ای و سیاسی لحنشون تند میمونه، اما تو پشت صحنه و پشت پردهشون کانالای مذاکرهشون کاملا میرن میبندن. شواهد فعلی هم همین رو نشون میده. بعد از شکست دور این آخرشون، مقام ها و میانجی هنوز هم از امکان دور بعدی حرف میزنن دیگه. حتی مقام های ایرانی هم گفتن که پیشرفت تو بعضی از مسائل صورت گرفته. آقا شما یا شکست خوردید یا نخوردید دیگه، پیشرفت چجوری حاصل شده؟ یعنی رفتید گفتمان کردید، بعد گفتن که توی پیام رسان سیگنال هم عباس عراقچی با جدی ونس در تماسه، یعنی با هم تو سیگنال
چت میکنن، سلام چطوری، خوبی، حالت صحبت چطور، چه میکنین، عیدت مبارک، صحبت. پس همینطور که امریکا نمیخواد بی‌محابا داخل جنگ لیز بخوره، ایران نمیخواد وارد جنگی بشه که نتونه هزینه هاشو مدیریت بکنه، چون میدونید دیگه هوایی ایران رطوبانه، میانه میره، اما موشکی ایران قویه، یعنی همون جوری که بالا سوراخه پایین بسته است با موشکایی که دارن. پس چرا با این حساب باز هم خطر جنگ بالا؟ چون تو خاورمیانه همیشه جنگ از جای شروع نمیشه که تحلیلگرا انتظار دارن. خیلی وقتا جنگ از مثلا شکست عمدی مذاکرات شروع میشه، از اشتباهات محاسباتی. مثلا الان میتونم مثال بزنم، یه حمله محدود که قرار بود مثلا پیام بفرستن، اما مثلا طرف مقابل اون رو اعلام جنگ مثلا تلقی کرده، یه حمله مثلا به مسیرهای انرژیشون، یه اقدام از سوی مثلا بازیگر سوم، یا یک فشار داخلی که یک دولت رو مجبور بکنه که از میز مذاکره بلند شه دیگه. یعنی یک اتفاق میدانی که همه چیز رو یه دفعه می‌بینی عوض میکنه، وارد فاز جنگ میکنه. الان هم شرایط به شدت مستعد همین خطاها، همین اتفاقات و جنگ‌ها هست دیگه، چون هم محاصره دریایی شده، هم وعده‌هایی که اونا برای آتش بس و گفتگو مطرح کرده بودن به تحقق نپیوسته، هم بازیگرای منطقی و فرامنطقی هر کدومشون دنبال مثلا منفعت خودشونه. بنابراین باید یک جمله مهم رو اینجا بهش اشاره کرد، این که احتمال جنگ برنامه‌ریزی شده شاید کمتر از چیزی باشه که مردم میترسن، اما احتمال جنگ ناخواسته و پله پله هنوز بالاه. یعنی اون چیزی که مردم فکر میکنن شاید یهو صورت نگیره، ولی مثلا پله پله ممکنه که یا اداره گاز فعال بشه، تقریبا منفجر میشه. و 3 تا سناریو میشه برای این قضیه الان پیش برد، یعنی با این اتفاقاتی که الان هست که آخرش چی میشه. سناریو اول اینکه توافق محدود و موقت صورت بگیره، نه صلح تاریخی، نه آشتی واقعی، فقط یه تفاهم محدود برای متوقف کردن هزینه‌های فوری، مثلا کاهش تنش در برابر امتیازات محدود، یا مثلا یه نوعی توقف موقت در بخشی از پرونده هسته‌ای و دریایی. این سناریو به نظر من هنوز زنده است، چون با وجود شکست تو دورای اخیر کانال گفتگو هنوز قطع نشده. سناریو دوم نه توافق، نه جنگ تمام عیار، بلکه فرسایش ممتد. یعنی چی؟ به نظر من این محتمل ترین سناریوه، یعنی مذاکرات ادامه پیدا میکنه اما بی نتیجه، حملات پراکنده میشه، تهدیدهای بزرگ، فشارهای اقتصادی و مردمی که هر روز بین شاید توافق بشه و شاید اوضاع بدتر بشه معلق میمونه. اتفاقات امروز هم دقیقا با این سناریو سازگاره دیگه، یعنی مذاکرات هست اما نتیجه نداره، فشار هست اما هنوز به اشغال و جنگ سراسری نرسیده. این موضوع رو حتی آشودت پرس هم بهش اشاره کرده بود. موضوع بعدی بازگشت به درگیری‌های شدیدتر. اگه مذاکرات بعدی که اگر باشه شکست بخوره، اگر فشار دریایی و انرژی تشدید بشه، اگر یک اشتباه میدونی رخ بده، یا اگر یکی از طرفا بخواد برای مصرف داخلی نمایش قدرت بده، برگشت به درگیری شدیدتره. یعنی کاملا میشه حس کرد دیگه که گزارش فعلی هم نشون میده که خود آمریکا گزارش فشارهای بیشتر و حتی اقدامهای نظامی بیشتر رو از روی میز بر نداشته و گفته که احتمال اینکه بخواد حمله هم بکنه هست دیگه. برای همینه که از ناوهاش از منطقه نه تنها خارج نکرده، بلکه ناوهای جدید رو هم به منطقه آورد. اما اگه بخوام خیلی سریع به مردم و مخاطب کسی که از من سوال پرسه آقا آخرش جنگ میشه یا نه، بعد بگم که جنگ تموم نشده که بگیم میشه یا نمیشه. ما همین الان هم وارد یک دوره جنگی شدیم، فقط شکلش فرق کرده، نظامی و اقتصادی و دریایی و روانی و رسانه‌ای. اما اگر منظورتون از جنگ بزرگتره، مثلا بمب و این چیزاست، در کوتاه مدت احتمال ادامه فرسایش و فشار از احتمال صلح کاملا بیشتره. یعنی احتمال اینکه بزنن توی این چند روز هست بیشتر از صلح، یعنی 70-30 میزنن، چون 100 نمیشه گفتیم. منم نمیدونم آقا چی میشه، ترامپ حد بدونه. احتمال تفاهم محدود از تفاهم تاریخی هم بیشتره. یعنی تاریخی یعنی میگن آقا این دوتا با هم دست دادن، تموم شد، یه قراردادی رو امضا کردن، از الان به بعد داداشم امریکا داداشم. نه، این همچین چیزی به نظر من صفر مطلق. و احتمال درگیری دوباره از احتمال آرامش پایدار هم بیشتر. یعنی احتمال اینکه جنگ بکنن هست.
چرا؟ چون نه شکاف‌های خواسته‌های دو طرف کوچیک‌تر شده، تنگتر شده اما خواسته‌ها کوچیک‌تر نشده. نه فضای داخل ایران برای یک عقب نشینی روشن الان آماده است. یعنی تو رسانه‌هاشون هم حرف از عقب نشینی نزدن. نه آمریکا حاضره بدون دستاوردی که بتونه به اون به عنوان پیروزی به بالا عقب نشینی میکنه. همه شواهد نشون میده که دو طرف هنوز از توافق نهایی فاصله گرفتن، هرچند هنوز مذاکرات رو تموم نکردن. اما خب خیلی خلاصه بگم، یه جمع‌بندی بکنم، نه فعلا نشونه از دوستی نیست. مذاکره احتمالش هست، بیشتر مثلا مذاکره برای خریدن زمانه دیگه. حتی اگر توافقی هم اعلام بشه، تا وقتی که ساختارهای داخلی، روایت‌های این تندروها، هیدرگویان تو خیابون و منطق ما پیروز بودیم تغییر نکنه، اون توافق لزوما به آرامش واقعی تو جامعه و جیب مردم تأثیری روش نداره. یعنی جیب مردم آرومتر نمیکنه. نباید ساده لوحانه امیدوار بود که همه چیز تموم شده، نباید هیستریک گفتش که فردا جنگ میشه. واقعا بی‌نهایت‌ترین پاسخ اینه که منطقه وارد یک دوره بی‌ثباتی شده. هر روز مردم تو ایران دارن فقیر و فقیرتر میشن. دوره که در اون تفاهم کاملا بعیده، آرامش پایدار دور نیست و خطر برگشت درگیری هنوز هست دیگه. و اینکه حالا دو طرف به حال اعلام پیروزی کردن دیگه، احتمالاً نه پیروزی قاطع برای اینکه این طرف نه بخواد بگه مثلا من پیروز شدم، نه یک پیروزی صلح اون طرفی قاطع، بلکه یک کشمکش فرسایشی که بازدارنده اصلیش هم مردمن. یعنی داره آسیبش رو مردم میبینن. یه کلمه بگم، احتمالی که جنگ بشه توی هفته دیگه است. روک دیگه بیشتر از این نمیتونستم خلاصش کنم، اما بعد تحلیل‌ها رو هم می‌کردیم، یعنی بعد پازل‌ها رو هم می‌ذاشتیم کنار هم دیگه، ببینید آقا اون چی میگه، داخلی چیه، بیرونی چیه، داستان از چه قراره. خیلی مخلصیم. اگه دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون بفرستید. خیلی مخلصیم.